سلام دلدار من، سلام. ولنتاین، سپندار مزدان، روز عشق. چه میگویند اینها؟ بین خودمان بماند، بین خودمان بماند. عجب طاقتی دارند بعضیها. 1 سال تمام منتظر میمانند تنها برای 1 روز. مثلا عاشقانه کنار هم ماندن. این چیزها به من و تو نیامده. من اگر هر روز نگویمت که چشمانت مرا دیوانه و شیدا می کند، انگار نصف و نیمه می مانم. من هر روز می نشینم خوب فکر می کنم به دوست داشتنت، به خواستنت، به بودنت، که چقدر خوب است کسی را دارم در زندگیم که فارغ از هر چیز و هر کس نشسته به تماشای من. می نشینم خوب فکر می کنم به این که من تو را هر روز که می بینم دست بر دلم می گذارم و خیلی بلند می گویم من می خواهم بی دلیل در آغوش بگیرمت، بی دلیل ببوسمت، بی دلیل برایت بمانم. و این بی دلیل های ساده خاص و خالص است که زندگی می سازد. یاد بگیر عزیز من، یاد بگیر عزیز من. به زبان اگر آوردی دوستت دارم را، باور می خواهد. باور این که هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا به اندازه 2 نفره هایمان نمی تواند تو را عاشق کند. باور این که تا اویی هست تو هم باید باشی و این باید هیچ چون و چرایی هم در کارش نیست. 1 کلام است و بس. او هست، تو هستی، خدا هم کنار لحظه های ما هست. ممنونم که هستی.